سلام و درود خدمت یکایی که شما دنبال کنندگان خوب پیج جادوگر ردیاب ایران. دوستان عزیز، تو این ویدیو قضاوت با شماست. میخوایم بریم نظر چند تا از دوستان عزیزی که از ما ردیاب تهیه کردن یا با پیج ما تازه آشنا شدن رو با هم دیگه گوش کنیم و بهترین قاضی خود مردم هستن. تا انتهای ویدیو پس با ما باشید. خب دوستان عزیز، داریم با هم دیگه پیام هایی که ایشون برای ما فرستاده و اینکه سیستم رو صحیح سالم تحویل گرفته رو میبینیم. ایشون یک ویدیو و یک وایس از ردیاب برای ما ارسال کرده. ویدیو بابت این هستش که بستر رو صحیح و سالم تحویل گرفته و وایس ایشون مربوط به این هستش که ردیاب رو تست کرده. بریم با هم دیگه گوش کنیم. استاد من ببخشید، سلام، خوبی؟ من دیروز با مفرق آزمایش کردم. البته شوهاش به 5 متر بیشتر نبود، یعنی از خوراکش از نیم گرم هم خیلی کمتر بود، یعنی خیلی کمتر بود، ولی خب مفرقم تقریبا 600 گرم بود. خیلی خوشگل پیدا میکنم اصلا، یعنی این اگه تو محدود جنگل جایی بریم توی مسیر بستانی اگه ذرات مرات نزنه سیستم فوق العاده، اصلا راحت میشه آدم موفق بشه. باید موقعی سنس میکنی میاری بالا سریع منطقه رو پیدا میکنه. من دیروز تو حیاطمون حفره داشت، یعنی چا داشتیم، یعنی 7 متر میشه، فوقش مثلا میگم نیم متر آب تازه چند ماهی زدیم، یعنی خوشگل رفت روش چای دیگه. سلام و درود خدمت استاد بزرگ جادوگر ردیاب ایران. وسیله هم به دستم رسیده، صحیح و سالم. تستش هم کردم، واقعا فوق‌العاده، اصلا فکرشم نمی کردم تا این حد کارهای خوبی داشته باشه. انشالله موفقیت همه دوستان عزیزان. واقعا ممنونم، دست در نکنم. از عفره و طلا و نقره همین امروز تست گرفتم، خیلی خیلی خوب جواب داد. ممنونم ازت، خیلی خیلی استاد عزیز بزرگوار. خب دوستان عزیز، نتیجه یک ردیاب اصولی، یک آموزش اصولی و یک خدمات اصولی که خدمت شما ارائه شده رو دیدیم. امیدوارم هر کدوم از شما هر جا با هر ردیاب و سیستمی هستید موفق باشید. خدا نگهدار.